خب دوستان میرسیم به ایلیکس. آقا یه نقطه ضعفی که این موتور داره، بعضی وقتا شروع میکنه به روغنریزی از قالپاقا. ببینید موقعی که قالپاق پلاستیکی روغن میده، اگه پیچاش عرض بود دوباره سعی کنید بوش بزنید، اون پیچ خودشو ببندید. نه این حرکت رو نزنید که هزینه‌اش کمتر بشه، چون این حرکت رو بزنید این قالپاق یعنی هر کاری کنید بازم روغن میده، یا میاد از زیر واشه روغن میده یا میاد از زیر پیچ روغن میده. الان اینجا شما نگاه کنید کلا تمام پیچاشو آمدن این حرکت رو زدن. الان این قالپاق ما باز کنید دوباره ببندیم بازم این میاد روغن میده. اصلا این حرکت اشتباهه. یا بی میاید از این پیچا میبندید، ببینید این پیچا این مدلش یا این مدلش ببندید 100% روغن میده. سعی کنید اگه یکی دو تا عرض بود پیچای خودش رو قلاویز کنید، بوش بزنید، پیچای واشردار ببندید. ببینید این مدل هم میشه ببست، خب ولی این مدل دیگه فابریکیش هست واشرداره، مثلا واشرش اینقدر بزرگه، دورش میبندید اوکی میشه دیگه، هیچ وقت هم روغن نمیده.